عسل شیرین شاید تلخترین اشتباه زندگیت بشه. عسلی که 7 برابر اسفناج آهن داره، 4 برابر گوشت پروتئین داره و مثل ماهی بهت امگا 3 میده که با یه اشتباه میتونه بلای جونت بشه و تبدیل به یه ماده سمی خیلی خطرناک بشه. حالا این اشتباه چیه؟ ریختن عسل توی مایعات داغ مثل چای، آب جوش و شیر داغ. با این حرکت خواص عسل کلاً از بین میره و ترکیب شیمیایی متیل فرفورال داخل عسلای طبیعی تبدیل به زهری میشه که حتی باعث مرگ خود زنبورا هم میشه. البته بدن انسان بلافاصله به این موضوع واکنش نشون نمیده، اما تو طولانی مدت میتونه باعث سرطان روده و معده بشه. حالا جالبیش اینه عسل اگر طبیعی باشه و درصد ساکاروز اون کمتر از 5% باشه، میتونه برای درمان بیماری‌های مختلف استفاده بشه و با ترکیبش با ادویه‌های مختلف برات معجزه کنه. اگرم میخوای عسل طبیعی و ترکیبش با چیزهای مختلف و هدیه بگیری، کافیه پیج کامی عسل رو فالو کنی و کلمه عسل رو زیر همین پست کامنت بذاری تا تسترش و لیست ترکیبای جادویی عسل برات ارسال بشه.